توان و قدرت کار ندارم، خودم دولت مردم شدیم. عزیزان روزتان بخیر. امید است که جور صحتمند باشین و ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپری کنین. امروز آمدیم یک فامیل بی وضاحت است، بسیار به وضعیت خراب قرار دارند. همینا را مواد غذایی کمک کنیم. دیگه میایم دروازه‌شان تک تک کنیم ببینیم که کی میبرایه و برشان تسلیم کنیم. بخیر. خوب هستین؟ شکر زندگی ادب. چطور میگذره بابا جان؟ زندگی دیگه بسیار با مشکل تیر میشه. کار و توان و قدرت کار ندارم، خودم یک شخص موسفید در خانه ششتیم. از طرف خداوند چیزی که حواله بود اونمو کمک ها که مثال در بعض جاها هست، انشالله دیگه میفهمم که همین شخص غریب است. یک اولی اون کونه و ششتیم که حتی حدیث باران بیخی زیر چکک هستیم دیگه. اولی شخصی هم نداریم، اولی مردم شدیم. نانآور خانه خودت هستی؟ نانآور خانه خودم هستم که یک مسلمان کمک کردن به نام خدا میگیریم اون رو مقصد تلبال کرده میشیم. روز روزگار خوب است بابا جان. آدمی طریق پیش میبریم. خیلی خوب است. یعنی کمک تشکر. از طرف کمک های بشردوستانه در زوانسوان براتان صورت گرفته. یک بوجی آرد است، یک بوجی برنج است، لوبیا است، نخود است، شکر است، گوشت تازه است، روغن است. خوش. دیگه نمیره، فقط شما با خوشی و خوبی استفاده. تشکر. بخیر ممنون. باشید. ممنون. بخیر باشید.